کارمندان باشخانه فرودگاه کلتسوو شهر یکاترینبورگ روسیه از یک حالت قاچاق 10 لیتر مشروبات از جانب یک شهروند تاجیکستان پیشگیری کردند. خدمات مطبوعات اداره باشخانه منطقه اورال روز 6 یونی سال 2024 خبر داد که کارمندان باشخانه فرودگاه در دست یک شهروند 36 ساله تاجیکستان یک قوطی پر از شیشه های مشروبات را دیده او را برای تفتیش منع کردند. معلوم شد که او با خود 14 شیشه عرق و پرتوین در مجموع 10 لیتر مشروبات داشته است. این مسافر بیان داده است که این مشروبات را در تاجیکستان با نرخ $160 خریده همچون تحفه برای شریکان تجارتیش در روسیه با خود گرفته است. او گفته است که درباره محدودیت‌های موجوده برای به روسیه وارد کردن مشروبات یگان خبر نداشت. سردار باشخانه بخش مسافرکشانی فرودگاه کلتسوو سرگئی بارویک شرح داد که طبق معیارهای جاری در اتحاد گمرکی یک نفر کلانسال می تواند تا 5 لیتر مشروبات وارد کند و از این مقدار تنها 3 لیترش را بدون پرداخت. نسبت مسافر تاجیکستان پروتکل ترتیب داده به او تنها مقدار اجازه داده شده مشروبات یعنی 3 لیترش یا 4 شیشه را برگردانیدند و 7 لیتر دیگر یعنی 10 شیشه عرق و پرتوین او را فعلا همچون بار قاچاقی مصادره کردند.